یوحنا باب 14. دل شما مضطرب نشود. به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من اقامتگاه بسیار است و اگر چنین نمی بود من به شما می گفتم. می روم تا که برای شما جای تیار کنم. و هنگامی که بروم و برای شما جای تیار کنم باز آمده شما را با خود می برم تا در آن جایی که من هستم شما نیز باشید. جایی که من می روم شما آن را می دانید، راه را نیز می دانید. توما به او گفت: خداوندا، نمیدانم که تو کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را دانیم؟ عیسی به وی گفت: من راه و راستی و حیات هستم. کسی نمی تواند نزد پدر آید مگر این که به وسیله من. اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید و از همین دم او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت: خداوندا، پدر را با ما نشان ده و این برای ما کافی است. عیسی به وی گفت: اینقدر وقت من با شما بودم و تو مرا نشناختی فیلیپوس. هر که مرا بیند پدر را دیده است. پس چطور میگویی پدر را به ما نشان ده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من؟ سخنانی که من به شما میگویم از خود نمیگویم. پدری که در من ساکن است او این اعمال را میکند. به من ایمان آورید که من در پدر هستم و پدر در من، وگرنه به خاطر آن اعمال به من ایمان آورید. به راستی به شما میگویم هر که به من ایمان آورد اعمالی را که من میکنم وی نیز خواهد کرد و حتی بزرگتر از آن هم خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. و هر چی را که به اسم من بطلبید به جا خواهم آورد تا که پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من بطلبید من آن را به جا خواهم آورد. اگر مرا دوست دارید احکام مرا رعایت خواهید کرد و من از پدر التماس خواهم کرد و او به شما پشتیبان دیگری عطا خواهد کرد تا که همیشه با شما بماند. یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را بپذیرد، زیرا که او را نمی بیند و نمی شناسد. لیکن شما او را می شناسید، زیرا که او با شما می ماند و در شما خواهد بود. شما را یتیم نمی گذارم، نزد شما می آیم. پس از اندک مدت جهان دیگر مرا نخواهد دید، لیکن شما مرا خواهید دید و از بس که من زنده‌ام شما نیز خواهید زیست. در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا دارد و رعایت کند وی کسی است که مرا دوست می دارد و هر که مرا دوست دارد پدر من وی را دوست خواهد داشت و من وی را دوست خواهم داشت و خود را به وی ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه آن یهودای اسکریوت، به او گفت: خداوندا، این چیز که تو میخوایی خود را به ما ظاهر سازی و نه به جهان؟ عیسی در جواب وی گفت: هر که مرا دوست دارد کلام مرا رعایت خواهد کرد و پدر من وی را دوست خواهد داشت و ما نزد وی آمده با وی مسکن خواهیم گرفت. کسی که مرا دوست ندارد سخنان مرا رعایت نمی کند و کلامی که می شنوید از آن من نیست، بلکه از آن پدر است که مرا فرستاد. این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم. لیکن پشتیبان یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و هر چی را که به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. آسایشتگی را به شما باقی می گذارم. آسایشتگی خود را به شما می دهم، نه آنچنان که جهان می دهد من به شما می دهم. دل شما مضطرب نشود و هراسان نباشد. شنیدید که به شما گفتم می روم و نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید شاد می شدید که گفتم نزد پدر می روم، زیرا که پدر از من بزرگتر است. و اینک پیش از وقوع به شما گفتم تا که در وقت واقع شدنش ایمان آورید. بعد از این به شما بسیار گفتگو نخواهم کرد، زیرا که میر این جهان می آید و در من وی چیزی ندارد.
لیکن تا جهان بداند که من پدر را دوست می دارم، چنان که پدر به من حکم کرد عمل می کنم. برخیزید از اینجا برویم.